سوره انسان در مکه نازل شد و 31 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقینا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز مهم و قابل ذکر نبود. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. براستی ما انسان را از نطفه یعنی از نطفه مختلط آمیخته آفریدیم که او را می آزماییم، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. همانا ما راه را به او نشان دادیم، خواه سپاسگزار باشد یا ناسپاس. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. براستی ما برای کافران زنجیرها و بندها و آتش سوزان مهیا کرده ایم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بیگمان نکوکاران یعنی در بهشت از جام می نوشند که آمیخته به کافور است، یعنی هر آینه نیکان اهل طاعت و اخلاص آنهایی که حق الله را ادا می کنند روز قیامت از شراب می نوشند که آمیخته با کافور بوده است. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. از چشمه که بندگان خاص الله تعالی از آن می نوشند، یعنی هر وقت و هر جا بخواهند آن چشمه را جاری می سازند. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. به نذر وفا می کنند و از روز می ترسند که عذاب و شر آن فراگیر است، یعنی بندگان نکوکار. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و غذا را با این که نیاز و دوست دارند به مستمندان و یتیم و اسیر می بخشند. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. و در دل می گویند ما فقط به خاطر الله تعالی به شما غذا می دهیم، نه از شما پاداش می خواهیم و نه سپاسه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. همانا ما از پروردگارمان می ترسیم، روزی که ترش رو و دشوار است، یعنی از عذاب روزی که ترش رو و دشوار است. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. پس الله تعالی آنان را از سختی و شر آن روز نگاه داشت
و به ایشان خرمی و شادمانی بخشید. وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا. و به شکرانه صبری که کردند بهشت و لباسهای حریری بهشتی به ایشان پاداش داد. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. در آنجا بر تختها یعنی تختهای زیبا تکیه کردند. نه حرارت آفتاب در آنجا میبینید و نه سوزی سرمایه. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. و سایه هایش بر آنان فرو افتاده و میوه هایش برای چیدن در دسترس است. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. و در گرداگرد ایشان ظرفهای سیمینی غذا و کاسه های بلورینی نوشیدنی گردانیده می شود. قوارير من فضة قدروها تقديرا. بلورینی از نقره یعنی کاسه های که آنها را به اندازه مناسب لبریز و آماده کردند. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبیلا. و در آنجا جامهای سیراب می شوند که آمیزش زنجبیل است. یعنی در آنجا نیکوکاران را شراب بنوشانند که آمیخته با زنجبیل باشد. عینا فیها تسمى سلسبیلا. این جامها از چشمه پر می گردد که در آنجا سلسبیل نامیده می شود. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. و همواره نوجوانان جاویدانه بر گردشان می چرخند که هرگاه آنها را ببینی گمان می کنی که مرواریدی پراکنده هستند. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. و چون به هر سمت بنگری آنجا نعمت بسیار و فرمان روایی عظیم میبینی. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بر تن بهشتیان جامه‌هایی است، درونش از ابریشم تنوکی سبز و بیرونش از ابریشم قفس و با دستبندهای از نقره آراسته شده‌اند و بنشاند آنها را پروردگارشان شراب پاک را. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. این نعمت ها پاداش شماست و بدانید که از سعی و کوشش شما قدردانی شده است، یعنی به آنها گفته می شود. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. یقینا ما قرآن را بر تو
تدریجاً نازل کردیم، یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب است. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. پس بر حکم پروردگارت شکیبا باش و از هیچ کدام از گناهکاران و بدینانشان فرمان نبر، یعنی پس در برابر فرمان پروردگارت صابر باش و از هیچ مشرک که در شهوتها غوطه زده است یا کافری که در کفر و ضلالت فرو رفته است اطاعت نکن. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. و نیز بخشی از شب برایش سجده کن، یعنی و نماز بگذار، و در بخشی بلندی از شب، یعنی قسمتی دراز شب که همه در آن خوابند، او تعالی را تسبیح گوی. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بگمان اینان یعنی کافران دنیای زودگذر را دوست می دارند و روزی سختی را که در پیش دارند پشت سر خود رها می کنند و به آن اهمیت نمی دهند. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا. ما آنها را آفریدیم و پیوندی وجودشان را محکم کردیم و هر زمان که بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری مانندشان می دهیم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بگمان این یادآوری یعنی پند است، پس هر کس که بخواهد راه به سوی پروردگارش برگزیند، یعنی انتخاب کند. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. و شما چیزی را نمی خواهید مگر که الله تعالی بخواهد. بگمان الله تعالی دانایی حکیم است. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هر کس را که بخواهد در رحمت خود وارد می کند و برای ستمکاران عذاب دردناک آماده کرده است. شما سوره انسان را شنیدید. در مکه نازل شد و از 31 آیت عبارت است.